صبحام شبیه هم شدن، همون مسیر، همون سکوت، همون وزن روی پاها. نمیدونم دارم پیشرفت میکنم یا فقط دارم ادامه میدم، چون حتی روزمرگی هم شبیه به هم شده. این هفته ذهنم درگیر یک موضوعی بود. میخواستم توی مسیرم یک قدم رو به جلو بردارم و این قدم رو با خریدن تجهیزات تولید محتوا میخواستم انجام بدم. مدام در حال سرچ کردن بین مدل‌های مختلف و گزینه‌های مختلف. در نهایت به یه نتیجه رسیدم و اون نتیجه چیزی نبود جز چیزی که در ادامه میشنوید. امروز سه‌شنبه است، ششمین هفته از سلسله هفته هایی که این مسیر رو داریم ضبط می‌کنیم. واقعیتش اینه که یه تصمیمی داشتم، اونم اینه که خواستم وام بگیرم و یه دوربین بهتر، حالا یا یه گوشی یا یه اکشن کامرا یا یه دوربین بگیرم برای تولید محتوای بهتر. ولی به این نتیجه رسیدم که تصمیم اشتباهیه و این تصمیم درستی نیست. حالا اینکه چرا اشتباهه رو بهتون میگم. با یکی از دوستان راجبش صحبت کردم و به جای اینکه به من بگه که چی بخرم، دوربین بخرم، گوشی بخرم یا چیز، یه سوال خیلی جالبی مطرح کرد. گفت که مهم نیست که چی میخوای بخری، ولی قبل از اینکه بخری از خودت بپرس که آیا خرید این دوربین قراره من رو تو مسیری که دارم میرم یک قدم جلوتر ببره یا نه؟ آیا اصلا در حال حاضر با شرایط الانت بهت کمکی میکنه داشتن یه دوربین؟ در کل به این نتیجه رسیدم که به جای اینکه بخوام دوربین بخرم و کیفیت محتوا رو ببرم بالا، در صورتی که خودم هیچ مهارتی توی تولید محتوا ندارم، یه کار بیخودیه. و به جای اینکه بیام وام بگیرم مایی 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون بخوام قسط بدم تا 18 ماه، توی 18 ماه من اگه بخوام 5-6 تومن رو خودم سرمایه گذاری کنم، توی این مسیر از این رو به این رو تبدیل میشم. و بر همین تصمیم گرفتم که روی خودم سرمایه گذاری کنم این پول رو. و حالا با یه مربی صحبت کردم و قراره که یک برنامه به من بده و به اصطلاحی باشگاه رو استارت بزنم. برنامه‌ای هم که دارم میگیرم یه برنامه بدنسازی که قراری مونده بشی نیست، برنامه مخصوص کوهنوردیه. یعنی برنامه یکیش بدن تو آماده میکنه برای کوهنوردی کردن، برای قله رفتن، استقامت بره بالا، وزن بیاد پایین و مسلما اگر 18 ماه من این کار رو تکرار بکنم، قطعا این چیزی که الان در تصویر میبینید نخواهم بود و تبدیل به یک شخص دیگه خواهم شد. و در نهایت این تصمیم شد بزرگترین تصمیم این هفته من. اما همچنان من در طول هفته با صدای درون ذهنم میجنگم، صدایی که مدام به هم میگه کنار بکش. ولی آخر هفته که میشه، وقتی که پا میذارم توی کوهستان و نمای دنیا رو از اون ارتفاع میبینم، تازه متوجه میشم که چرا این مسیر رو شروع کردم.